من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خب الله تعالی اینجا از این انبیاء خودش توصیف می فرماید اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. الله می فرماید اینها کسانی هستند که خدا بر اونها انعام خاص کرده از جمله نبیین من ذریت آدم، اینها همه از نسل و اولاد آدمند و ممن حملنا مع نوح و همچنین از نسل آنانی هستند که ما حمل کردیم با نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و همچنین اینها از اولاد ابراهیم و اسرائیل هستند و ممن هدینا و اجتبینا از آنانی هستند که ما هدایت کردیم و برگزیدیم آنان را اذا تتلا علیهم آیات الرحمن. الله می فرماید هرگاه بر آنان، این ویژگی انبیاء است، از غایت شکست نفسی، از غایت انکسار، هرگاه بر آنان آیات رحمان خوانده میشه خروا سجدا و بکیا، آنها به سجده می افتند در حالی که گریه می کنند، یعنی گریه کنان سجده می کنند، از الله می ترسند و عظمت رب را در دل دارند که گریه می کنند. اینها انبیاء من هستند، پیامبران من هستند. آیه سجده بود، بعدا سجده کنید. اما الله عزوجل می فرماید پشت سری این چه خلفی آمد، چه گروهی خلیفه شد که همه چیز را ضایع کردند. فخلف من بعدهم خلف، بعد از این انبیاء خلفی آمد، جانشینان نااهلی آمد. اضاعوا الصلاة، نماز را ضایع کردند. و اتبعوا الشهوات، و دنبال کردند شهوات را، خواهشات را. فسوف یلقون غیا، تخویف اخروی، ان قریب آنها مواجه می شوند با غی. غی یعنی جزاء الغی، تفسیر کبیر گفته جزای این گمراهیشان را در قیامت آنها خواهند دید. البته ترغیب توبه هست. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده. فاولئک یدخلون الجنه، اینها داخل بهشت می شوند. ولا یظلمون شیئا، ذره ظلم نمیشه بر اونها. کدوم جنت؟ یدخلون الجنه، جنات عدن. الله می فرماید مراد از جنات، جنات جاودانه هست. التي وعد الرحمن عباده بالغیب، آن جنات جاودانه ای که رحمان وعده کرده، مهربان وعده کرده با بندگانش. بالغیب، ندیده، بندگان ندیدند و اون جنات را باور دارند، یقین دارند. الله به منظور تاکید می فرماید انه کان وعده مأتیا،
همانا وعده الله مأتیا آمدنی هست. مأتی اسم مفعول است به معنی آتیا، می آید، آمدنی هست. آن جنات وقتی که بروند لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، در آن جنات هیچ لغوی، هیچ سخن بیهوده نمیشنوند. در دنیا هر نوع سخنان بیهوده ما میشنویم، عیش ما، زندگی ما مکدر میشه، خوشی ما ناخوش میشه. اونجا بغیر از سلام، دعای خیر، سلامتی برای هم دیگه فرستادن چیزی دیگه نیست. ولهم رزقهم فیها بکرة و عشیا، برای آنان رزقشان هست در آن بهشت، بکرة و عشیا، صبح و شام همواره. اما این جنت برای چه کسانی هست؟ خدا به کی میده؟ الله می فرماید تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. این جنت همین جنتی که ما وارث میگردانیم از بندگان خودمان، وارث اون جنت که به ارث از پدرشان آدم میبرند. برای کدوم وارثان است؟ من کان تقیا، اونهایی که با تقوا باشند. مفسرین نوشتن تقیا عن الشرک و الکفر، بترسند از کفر و شرک. بهتر است ما عامش بکنیم، بترسند از کفر، شرک و تمام گناهان و معاصی. هر کسی با تقوا باشد برای او هست بهشت. و ما نتنزل الا بامر ربک. این آیه شأن نزولی دارد و شأن نزولش اینه که فرشتگان، اولا مسئله این است که فرشتگان حتی از خود اختیاری ندارند، همانطور که انبیا ندارند. شأن نزولش اینه، روز رسول الله صلی الله علیه وسلم به جبرائیل گفت تو چرا دیر می آیی؟ زودتر پیش ما نمی آیی؟ همیشه تو را ببینیم. جبرائیل امین در جواب این آیه، در جواب آمد جبرائیل این آیه را گفت، یعنی از طرف خدا جواب داد. حاصل و خلاصه اینه که ما در اختیار خودمون نیستیم. ما را هر وقت خدا بگه ما میه. آیه اگر یادتون باشه خواندیم فالمدبرات امرا، امور را تدبیر میکنند و رتق و فتق میکنند، بالا و پایی میکنند. اونجا گفتیم که اهل شرک و خرافات استدلال میگیرند که فرشتگان پس مدبر هستند، از فرشتگان میشه استمداد کرد. اونجا گفتیم نه، فرشتگان مأمور به خدمتند، هر چی بهشون گفته بشه. هر کسی را بخواهند اولاد بدند اینطور نیست، هر جا بخواهند باران بدند اینطور نیست، هر کسی را بخواهند بمیرانند موت بدند اونطور نیست. الله وقتی که دستور بده میره انجام میده، انجام مأمور به خدمتند، انجام میدن مأموریت را. از طرف خودشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی یک آمدن خشک و خالی پیش رسول الله هم فرشته که سید فرشته ها هست از طرف خودش نمیتونه بیاید سر بزند به محبوب خدا، چه برسد بقیه امور را که ما از فرشته ها اولاد بخواهیم، از فرشته ها رونق بازار بخواهیم. نخیر، اونها کاری نیستند. پس این نفی مختار کل است. و ما نتنزل الا بامر ربک، ما فرود نمی آییم، ما به زمین نمی آییم مگر به امر ربت. هر وقتی که الله دستور بده له ما بین ایدینا و ما خلفنا، له لا لنا، فقط برای الله است، نه برای این اختیار. ما بین ایدینا یعنی مستقبل ما، جلوی ما، و ما خلفنا و پشت سر ما یعنی زمان مستقبل ما، زمان ماضی ما، پشت سر ماضی که گذشته. و ما بین ذلك، ما بین این یعنی زمان حال، حال ما، ماضی ما، استقبال ما، همه و همه برای الله، در اختیار الله، ما نمی توانیم کاری بکنیم. و ما کان ربک نسیا، ربت فراموشکارم نیست، هیچ چیز را فراموش نمی کنه. کدام رب؟ رب السماوات والارض و ما بینهما، رب یعنی اون ربی که رب آسمان هاست و رب زمین هست و ما بین آن هاست. فاعبده، فقط او را عبادت کن، واصطبر لعبادته،
و برای عبادت از خود استقامت نشان بده. هل تعلم له سمیه؟ آیا هم صفتی برای اون رب میبینی؟ سمیع اونجا خواندی به معنی هم صفت. کسی که این صفات را داشته باشد، اگر کسی میبینی که این صفات را دارد بیشک عبادتش کن. کسی که رب آسمان ها باشد، رب زمین باشد، رب همه چیز، همه اختیارات در دست او، چنین ربی نیست بغیر از رب العالمین، پس هم صفت ندارد. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. در آیات گذشته بحثی از آخرت بود و از پاداش و جزای انسان در جهان آخرت، البته بعد از ذکر انبیاء علیهم السلام، که بعد از ذکر انبیاء خواندیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة الذين اضاعوا الصلاة. این مطلب را خواندیم که فسوف یلقون غیا، جزای غیشان را دریافت میکنند. الا من تاب و آمن، برای اینان که توبه میکنند، عمل صالح انجام میدند. جنات عدن خواندیم، پاداش نیک خواندیم، بهشت برین خواندیم. و یقول الانسان اذا ما مت، اینجا زجر و توبیخ است بر انسان منکر، من انسانی که بعث بعد الموت را اصلا انکار می کند، اصلا قبول ندارد. و این انسان میگوید بعد از اینکه من مردم دیگه زنده نمی شوم. زنده بودن و زنده شدن بعد از مرگ را انکار می کند. الله تعالی بر این زجر و توبیخ بیان می فرماید و استدلال می آرد برایش که این انسان این روزی بود که لم یکن شیئا مذکورا، چیزی نبود که قابل ذکر بشه. لم یکن انا خلقناه من قبل ولم یکن شیئا، اصلا چیزی نبود، شیئی نبود قابل توجه. اما امروز که خدای تعالی همه صلاحیت و استعداد و چشم و گوش و کمالات بهش داده، انکار می کند. و یقول الانسان، انسان میگوید، منظور انسان کافر است، انسان منکر است، منکر قیامت، اذا ما مت لسوف اخرج حیا، آیا هرگاه من بمیرم، هرگاه من مردم، لسوف اخرج حیا، ان قریب من به صورت حی، به صورت زنده از قبر بیرون کرده می شوند. الله جواب میده اولا یذکر الانسان، آیا انسان یاد نمی آورد که انا خلقناه من قبل از این ما انسان را خلق کردیم، پیدا کردیم، ولم یک شیئا، شیئی نبود، شیئی که در سوره انسان خواندیم، سوره دهر، لم یکن شیئا مذکورا، شیئی که کسی از او یادی کند، بگه این فلان صاحب است، فلان آقا است، اصلا شیئی نبود. الان که شیئی شد، الان که انسانی شد، الان انکار می کند. الله تعالی با سوگند حشرش را بیان می فرماید، اما نه تنها حشر خالی، تخویف اخروی هم هست.
الله می فرماید فوربک لنحشرنهم والشیاطین، قسم به رب تو، سوگند به رب تو، لنحشرنهم، البته ما حتما آنها را حشر می کنیم، یعنی جمع می کنیم. بنویسید در موقف حساب، در موقف حساب جمعشان می کنیم. والشیاطین، و شیاطین را یعنی الشیاطین من الجن والانس. منظور اینه که در اون روز با اون کسانی که اونها را، کسانی که قرین اینها بودند، همدم و همراه اونها بودند، همه را جمع میکنیم. یا اینکه اون شیاطینی که اینها را گمراه کردند با اون شیاطین یک جا در زنجیر میبندیم و جمعشان میکنیم. تفسیر قرطبی نوشته والمعنى انهم یحشرون مع قرنائهم من الشیاطین. معنای آیه این است که در روز قیامت این انسانهای منکر با قرنائشان، با همراهانشان از شیاطین یک جا جمع می شوند. الذین اقودهم یقرنون کل کافر مع شیطان فی سلسله، شیاطینی که آنها را گمراه کردند، اغودهم گمراه تر از اینها بودند، یقرنون کل کافر مع شیطان فی سلسله، هر کافری با شیطانی در یک زنجیری همراه بسته میشه. لذا فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، سپس همه را ما حاضر میکنیم اطراف جهنم که بزانو افتاده اند. اونجا بزانو افتاده و اظهار عجز میکنند. ثم لننزعن من كل شیعه، سپس ما در می آوریم از هر گروهی، از هر فرقی، منظور یهود، نصارا، مشرکین، مجوس، ایهم اشد علی الرحمن عتیا، کدام یک از آنان بر رحمان سرکشتر بود، یعنی هر کسی که سرکشتر بود اون می آوریم. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، سپس ما می دانیم بهتر اونهایی را، ما نسبت به اونها عالم تر هستیم، اونهایی که اولا بها صلیا، آنها اولا تر هستند به اون جهنم از نظر ورود، اونهایی که استحقاق بیشتری برای ورود جهنم دارند، اونها را ما می دانیم کیا هستند، چه فرقی چه گروهی هستند، اونها را ما می آوریم. اما الله می فرماید و ان منکم الا واردها، نیست از شما مگر وارد آن میشه. ببین هر یک از شما وارد جهنم میشه، به چه معنا؟ دو توجیه خدمت شما عرض میکنم. یکی این که ببینید قبلا اشاره آیات به کفار بود، به مشرکین بود، به یهود و نصارا بود، اما با صیغه های غایب. الان با صیغه مخاطب التفات شد از غایب به مخاطب. الان کفار را چی میکند؟ خطاب میکند. همون کفاری که الله فرمود ما میدانیم کدوم یک از اونها اولاتر به جهنم است، کدوم مستحقتر است، اونهایی که با شیاطینشان حول جهنم و اطراف جهنم بزانو افتاده، نه همه بحث کفار بود. الان الله التفات میکند، یعنی سخن را از غیبت به خطاب میاره. ای کفار ام منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر وارد اون جهنم میشه. کان علی ربک حتما مقضیه، این بر پروردگارت لازمی هست و فیصله شده هست. یک توجیه اینه، یعنی ام منکم الا واردها خطاب به کی هست؟ به کفار هست. التفات از غیبت شد به خطاب. اما یک توجیه دیگری که بیشتر مفسرین کردند اون اینه که ام منکم تنها به کفار خطاب نیست، به هر مخاطب خطاب است.
مسلمان و کفار همه را الله میفرماید هیچ یک از شما نیست مگر وارد جهنم میشه. چطور وارد جهنم میشه؟ مسلمان چرا وارد جهنم میشه؟ منظور از ورود اینجا دخول نیست، ورود یعنی مرور. منظور از ورود چی؟ المرور علیها، از جهنم مرور میکند. چون که هر انسان مؤمنی که به بهشت میرود هم مرورش از جهنم است، از پل صراط است. پل صراط بر جهنم قائم شده، یعنی این از اونجا گذر میکند، عبور میکند، جهنم را مشاهده میکند. چرا؟ چون که تا اینکه جهنم را هم بازدید کرده باشد، دیده باشد، تا قدر نعمت الله در بهشت را بداند. پس ام منکم الا واردها، حسن بصری رحمه الله، قتاده، اینها همه میگند منظور از ورود من غیر دخول است. مؤمنین که اونجا وارد میشوند یعنی مرور میکنند، خود جهنم نمی روند، از روی آن، از کنار آن ورود میکنند و رد میشوند و میبینند از پل صراط میروند، میبینند جهنم را، میبینند عذاب را، میبینند شکنجه را، تا اینکه هم شکر خدای عزوجل و سپاس خدای عزوجل بدانند و همچنین وقتی که به بهشت میروند اونجا قدر اون نعمت را با دیدن جهنم خوب میدانند. متوجه شدید؟ این قول که معروف است و بیشتر مفسران همین گفتند. پس مراد از ورود چی هست؟ المرور علیها. عن الحسن الورود المرور علیها من غیر دخول. از حسن بصری هست که ورود یعنی مرور بر جهنم. و روی ذلك عن قتاده و ذلك المرود على الصراط الموضوع على متنها. اینکه ورود پیدا میکنیم یعنی مرور میکنیم بر پل صراط، که پل صراط کجا زده شده؟ الموضوع على متنها، بر متن و بر پشت جهنم چی شده؟ گذاشته شده. پس ورود به این معنی است، به معنی ورود است. الله می فرماید که هیچ یک از شما نیست مگر ورود وارد میشه آن را، یعنی از اونجا رد میشه، مرور میکند. کان علی ربک حتما مقضیا، بر پروردگار تو این حتمی هست و فیصله شده. ثم ننجی الذین اتقوا، الله می فرماید سپس ما نجات میدیم آنانی را که با تقوا بودند. و نذر الظالمین فیها جثیا، و ما میگذاریم ظالمین را در آن جهنم بزانو افتاده. ظالمین تفسیر جلالین نیست، از ظالمین بالشرک، مشرکان منظور است. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. باز هم زجر بر کفار، توبیخ بر کفار. هرگاه آیات خدا تلاوت میشد اینها می گفتند که اگر در قیامتی باشد اونجا هم حال ما بهتر است. چرا؟ چون شما در همین دنیا نگاه بکنید، از نظر جا، از نظر عزت، از نظر همنشین، کدوم گروه بهتر؟ خب همونطور که در دنیا است در آخرت هم همینطوره. اونجا هم بهتر ما هستیم، چون که اینجا ما بهتریم، اونجا هم بهتر ما هستیم. اشتباه انسان بیچاره همینه که در دنیا اگر خدا بهش میده فکر میکنه که این نعمتی هست، این اکرام و اعزازی هست. من که در اینجا اکرام شدم اونجا هم قطعیه، اونجا هم اکرام میشم. الله می فرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هرگاه تلاوت میشه بر آنان آیات بینات و آیات واضحات،
قال الذين كفروا کفار میگویند للذین آمنوا به مؤمنان ای الفریقین خیر مقاما کدام یک از دو گروه ما بهترند از نظر جایگاه، از نظر مقام، و احسن ندیا کدام یک بهتر است از نظر مجلس. ندی هم نشین را میگن، هم مجلس را میگن. الله تعالی پس ببینید اینها ملاک عزت چی را میدانند؟ دنیا، امکانات، همنشینان خوب، مال زیاد. الله تعالی بی ارزشی دنیا را بیان میفرماید که خیلی ها بودند از اینها بیشتر داشتند، بهتر داشتند، اما امروز اثری از اونها نیست. مطلب اینه که دنیا پیش خدا ارزشی ندارد. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا. این جواب اول است، تخویف دنیوی است در این جواب. چقدرها را ما هلاک کردیم قبل از اینها، از قرون گذشته. هم احسن اثاثا، آنان بهتر بودن از نظر وسایل زندگی. اثاثا یعنی وسایل زندگی. رئیان، رئی یعنی از نظر خوشنمایی، از نظر دید. منظور اینه که در دید و در زیبایی ظاهری اونها خوشنماتر بودند، اونها قشنگتر و زیباتر بودند، تنومندتر، زیباتر از هر جهت. ولی کجا هستند الان؟ پس معلوم میشه که این دنیا، این امکانات، این زرق و برق، این باغها، این مالها، اینها ملاک برتری ایستند. قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا. الله می فرما هر کسی که در ضلالت هست، یعنی در شرک هست، فلیمدد له الرحمن مدا، پس مهلت بگیرد از رحمان، یعنی کش بدهد برای او رحمان. کش دادن به این معنی که او را نصرت کند، او را یاری کند، به او مهلت بده بیشتر زندگی کند. حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتی وقتی که همین افراد میبینند عذابی را که وعده داده شدند. عذاب نه، مطلقا هر چیزی، اما العذاب و اما الساعه، یا اون عذاب که وعده داده شدن در دنیا، اون را وقتی که ببینند، فلیمدد له الرحمن مدا، اولا که کش بدند. این به معنی اینجا مهلت نیست، کش بدند اون ضلالت را، اون شرک را، یعنی ادامه بدند. خب بعد وقتی که ببینند یا عذاب خلاصه در دنیا برای اونها میاد یا قیامت برپا میشه، اون وقت میدانند، یعنی هر چی که خدا به اونها ادامه بده، اونها را که اونها شرکشون را ادامه بدن، هر چی خدا بیشتر به اونها زندگی بده، وقتی که ببینند فسیعلمون، میدانند من هو شر مکانا و اضعف جندا، چه کسی از نظر مکان، جایگاه بدتر بود و از نظر لشکر، از نظر جند ضعیفتر بود. یعنی اونجا به وقت عذاب میبینند که ما در موقعیت خوبی نبودیم. این که ما میگیم همنشین های ما زیاد هستند، احسن و ندیا هستیم، اینها به درد ما نمیخورند، اینها مشکل ما را حل نمی کنند. و یزید الله الذین اهتدوا، این تخویف برای کفار بود و این یکی تبشیر برای مؤمنین است. الله می فرماید، می افزاید الله در آنانی که اهتدوا هدن، آنها هدایت شدند بر هدایت. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. پس به این نتیجه می رسیم که در آخرت و در حالت اخروی اون صالحاتی که باقی میمانند، یعنی اعمال صالحی که برای انسان باقی میمانند، اونها بهترن نزد پروردگار از نظر پاداش
و خیر مردا، بهترن از نظر سرانجام، از نظر عاقبت که به انسان برگردانده می شوند. اعمال برای انسان پاداش نوشته می شوند. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. الله تعالی اشاره میکنه به بعضی از کفار، به بعضی از سرکشان و متمردان که اونها بیشتر چی بودند؟ عرض کنم خدمت شما که با توجه به مال و متاعی داشتن بیشتر مغرور بودند، بیشتر آنها در غرور و تکبر و انکار بودند و می گفتند اولا قیامتی نیست، اگر قیامتی باشد همانطور که اینجا وضع ما خوب هست اونجا هم وضع ما خوب خواهد بود. چنانچه میگن این آیه در رابطه با یکی از سرکشان و متمردین هست که حضرت خباب ابن ارت رفت پیشش برای قرضی، برای وامی. نضر ابن حارس بود یا کسی دیگه بود، گفت که به من پولی به صورت قرض بده. امید دانست که این ایمان آورده، گفت که تا اون زمان که به محمد کفر نکنی، انکار نکنی، بهت قرض نمیدم. اعتراف کن به کفر، بعد من بهت قرض میدم، مشکلت را حل میکنم. حضرت خباب ناراحت شد و گفت که قسم به خدا تا زمانی که گفت که من کفر نمی کنم حتی تو بمیری و زنده بشی. گفت که آیا من میمیرم و زنده میشم؟ گفت بله. خندید اون گفت که من اگر زنده بشم، اولا که زنده شدنی نیست، اگر زنده بشم اونجا هم همونطور که اینجا من وضعم از شما بهتر است، اونجا هم وضعم بهتر خواهد بود. الله تعالی بر علیه او این آیات را نازل فرمود و توبیخ فرمود. افرأیت الذی، الان برای هر کافری که این ادعا را بکند، چون همه مشرکان میگفتند که ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اولا که وما اظن الساعه قائمه، میگفتند ما قیامت را فکر نکنیم که قائم بشه، برپا بشه، یعنی قیامتی نیست. اما اگر باشد ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منقلبا، باشد در اون بازگشت حال من بهتر خواهد بود، همونطور که در اینجا حال من از مسلمانان بهتر است. الله می فرماید افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا دیدی اون کافری، اون مشرکی که کفر کرد به آیات ما، و قال لأوتین مالا و ولدا، گفت حتما ما داده می شوم به صورت استهزاء، مال و ولد، مال و اولاد داده می شوند. اطلع الغیب، جواب زجر، آیا مطلع هست بر غیب؟ آیا از غیب خبر دارد؟ ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا نزد رحمان عهدی و پیمانی گرفته؟ کلا، این ردعیه است، هرگز چنین نیست. سنکتب ما یقول، حتما ما می نویسیم آنچه که می گوید. و نمد له من العذاب مدا، و می کشیم برای او از عذاب کشیدنی، یعنی عذابش را طولانی می کنیم. و نرثه ما یقول و یأتینا فردا، و نرثه ما یقول، ما وارث آنچه میشیم که او میگوید، یعنی اون چیزی که اون میگوید اون برای ما میماند، در دست ما میماند به عنوان پرونده. او را جمع میکنیم، او را محفوظ میکنیم که او چه گفته. و یأتینا فردا، و پیش ما فرد می آید، تنها می آید. تنها می آید به چه معنی؟ یا اینکه این همه پارتی و افرادی که دور و برش هستن هیچ که با او نیست، یا اینکه فردن تنها می آید به این معنی که
در دنیا او میگفت هر وقتی من مشکلی داشته باشم خدایان هستن، معبودان، الله میفرماید بدون اونها میاد. یأتینا فردا من الاصنام و ما معهم، فرد و تنها از بتها و آنایی که با بودند، و سایر المعبودان باطله من دون الله، از همه جدا می آید. واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. الله زجر بیان می فرماید بر این انسانهای مغرور که اینها گرفتن غیر از خدا خدایانی آلهه‌ای تا که این خدایان و آلهه لیکونوا لهم عزا، برای اونها مددگار باشند. عز به معنی چی؟ مددگار. عز اعوان و انصار، تفسیر نصفی گفته مدارک. عز یعنی اعوان و انصار، ای لیعتزوا بآلهتهم و یکونوا لهم شفعاء. این خدایان را که میخوانند به خاطر اینکه این خدایان برای اونها چی باشند؟ شفیع باشند. و انصارا ینقذونهم من العذاب، و انصاری باشند، معینانی باشند که از عذاب برهانند اونها را. کلا، هرگز اینها نمیتونن برایشون عز باشند، برایشان مددگار باشند. سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضده. همین معبودان به عبادت آن عابدان کفر میکنند، همونطور که در آیات متعدد خواندیم. انکار میکنند، میگن ما کانوا ایانا یعبدون، ما را عبادت نکردند. و یکونون علیهم ضده، و مخالف اونها میشوند. در روز قیامت مخالف عابدان میشوند و بر ضد عابدان سخن میگویند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا. این علت گمراهی کافران است. به چه دلیل اونها گمراه هستند؟ الله میفرماید به دلیل اینکه شیاطین اونها را تحریک میکنند. شیاطین اونها را برای شرک برانگیخته میکنند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین، آیا ندیدی که ما فرستادیم شیاطین را بر کافرین که تؤزهم عزا. تؤزهم عزا یعنی چی؟ ای تغریهم و تهیجهم علی المعاصی. روح المعانی گفته بر کفر و شرک، بر معاصی اونها تحریک میکنند، اونها را تهییج میکنند، تشویق میکنند. فلا تعجل علیهم، عجله نکن بر آنها، یعنی برای عذابشان عجله نکن. انما نعد لهم عدا، ما میشماریم برای اونها شمردن. به چه معنا میشماریم برای اونها شمردن؟ یعنی ایام معدودی که تا هلاکتشون مونده ما میشماریم، اون ایام هم فرا میرسد. بله. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، در مقابل اونها که تخویف برای اونها بود، تبشیر برای مؤمنین. روزی که ما حشر میکنیم متقین را، آنانی که از شرک و کفر ترسیدند، ما آنها را حشر میکنیم به سوی رحمان وفدن. وفد یعنی گروه، هیئت. بعضی گفتن وفدن یعنی رکبانن، سواران به سوی الله میروند. سواری ها چی هستند؟ قبلا خواندیم. اعمال انسان ها سیرشون مختلف است. بعضی ها به شکل نور، بعضی ها به شکل باد، بعضی ها به شکل اسبای تندرو میروند سوار به سوی الله. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. اما این تخویف اخروی، ما سوق میدیم جهنم، سوق میدیم مجرمان را به سوی جهنم که وردن. وردن بعضی گفتن مشاتن، این برعکس وفدن هست. وفدن یعنی سوار، وردن مشاتن پیاده. اونها پیاده به سوی جهنم برده میشوند. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مالک شفاعت نمی شود مگر کسی که نزد رحمان عهدی گرفته. عهدی گرفته یعنی چه؟ حضرت ابن عباس میگه مراد از عهد یعنی لا اله الا الله. منظور هیچ کسی مالک شفاعت نمیشه مگر موحد، کسی که با رحمان عهدی گرفته.
اما اینها نه، اینها شرک میکنند، کفر میکنند، شکوه بر اینهاست. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اونها میگن رحمان ولد و فرزند برای خودش انتخاب کرده. لقد جئتم شیئا ادا، به درستی که آمدید شما و آوردید چیز سنگین. اد یعنی سنگین، این کفر سنگینی هست که شما نسبت به خدا میگویید که ولد دارد. چنان سنگین است این که تکاد السماوات یتفطرن منه، نزدیک از آسمان یتفطرن بشکافت از آن، و تنشق الارض و زمین شکاف بشه، و تخر الجبال هدا و بیفتد کوها حدا. این مفعول مطلق برای تخرو هست. بیفتد افتادنی، یا تکه تکه بشه تکه تکه شدنی. چرا؟ از چه کلمه ای؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا با مقدر است، بسبب اینکه آنها برای رحمان فرزند ادعا کردند، در حالی که و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، مناسب نیست، سزاوار نیست برای رحمان اینکه فرزند بگیرد. ان كل من في السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، الله می فرماید که نیست هر یکی در آسمان ها و زمین مگر پیش رحمان به عنوان عبد و به عنوان بنده می آید. لقد احصاهم و عدهم عدا، الله همه آنها را احاطه کرده و شمرده آنها را شمردنی، یعنی همه آنها در علم الله هستند، الله محیط به همه آنهاست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، الله می فرماید همه آنها می آیند در محضر رب العالمین در روز قیامت فردن، تنها، یعنی هیچ یکی با پارتی نمیتونه بیاد، هیچ عابدی با معبود نمیاد. روح المانی نوشته کل من اهل السماوات والارض، همه اهل آسمان و زمین، العابدین والمعبودین، اونایی که عابد بودند، اونایی که معبود بودند. آتیه عز وجل منفردا عن الاخر، پیش خدا میاند از دیگران چی؟ تنها، منفرد. فینفرد العابدون عن الالهة التي زعموها انها انصار، عابدان منفرد از خدایان می آیند، اون خدایانی که می پنداشتن انصار ما هستند و شفعای ما هستند. والمعبودون عن الاتباع الذين عبدوهم، همچنین معبودان جدا از اتباعی که عبادت کردن می آیند. هر یک جدا تک و تنها می آید، هیچ پارتی ندارد، هیچ همراهی ندارد. الله می فرماید در محضر ما به این صورت می آیند. اما مجده برای مؤمنان، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان برای آنان میگرداند دوستی، یعنی به برکت این اعمال و عمل صالح، به برکت این ایمان آنها دوست الله میشوند. دوست الله علاوه از نعم مذکوره بنویس، غیر از این نعمتایی که خدا بهشون میده دوستی برقرار میشه. فانما یسرناه، خب ببینید انجام کفار هم گفته شد، نتیجه مؤمنین هم گفته شد. در آخر ترغیب به قرآن است. این مطالب نغز و مطالب زیبا از کجا؟ از همین قرآن. فانما یسرناه بلسانک، جزی نیست ما این کلام را، این قرآن را آسان کردیم به زبانت. چرا؟ لتبشر به المتقین، حکمت اول، تا به وسیله این قرآن مجده بده متقیان را، خوشخبرید بده متقیان را. و حکمت دوم، و تنذر به قوم لدا، بترسانی به وسیله همین قرآن قوم لد را. لد یعنی بحث کننده، جدل کننده، اونی که همش درگیر میشه، اون را میگن لد، الد الخصام. لذا اونها را بترسانی. و کم اهلکنا قبلهم من قرن، در آخر الله تعالی تخویف دنیاوی بیان می فرماید.
کسانی که قبل از اینها بودن ما هلاک کردیم کجا هستند؟ صدای از اونها میشنوی؟ آیا پچ پچی حتی از اونها الان احساس میکنی؟ هیچ، همه رفتند، همه در دربار الله حاضر شدند برای حساب، برای کتاب، برای جوابدهی. اینها هم همونطور میشند. و کم اهلکنا قبلهم من قرن، الله می فرماید چقدرها را ما هلاک کردیم من قرن، از قرنهای متوادی، از قرنهای گذشته. هل تحس منهم من احد، آیا از آنان کسی را احساس میکنی، یعنی میبینی؟ او تسمع لهم رکزا، یا اینکه صدای خفیفی هم میشنوی؟ صدای پست و پایینی، رکس میگن پچ پچ به اصطلاح، صدای آهسته، صدای آهسته هم میشنوی؟ هیچ اثری از اونها نیست، حتی صدای کوچکی هم از اونها مشاهده نمیشه. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل